تمام. مثال یکم گروه یک مثالش چیکار حل می‌کنیم؟ تعریف تانجنس x استفاده بریم. تانجنس x چه برابر بود؟ نسبت چیزی بشه سینوس x بر کوسینوس x. این خیلی بود. تانجنس x ما برابر است سینوس x تقسیم کوسینوس x. اگر همین جاش با آورم مونیم چه میشه؟ لیمیت x به نورمال کردیم در سه سینوس x تقسیم کوسینوس x تقسیم سه x. جای تانجنس x به چی استفاده بردیم؟ سینوس x تقسیم کوسینوس x. انا کو بچه ها سه همچون کوفیسیانت از تحت لیمیت رو میتونیم و باقی موندگی این خیلی می‌نویسیم. تماشا کنید. لیمیت x به نورمال کردگی در سه برابر مونیم پیش برم سینوس x تقسیم x ضرب یک تقسیم کوسینوس x. هم خیلی میشه. فهمیدیم میره؟ این چیز فهمومی. حاضر اینجا سینوس x تقسیم کوسینوس x ضرب x خودش میشه x این مخرج به ضرب میشه. لیکن ما x این تحت سینوس بنویسیم و کوسینوس همچون یک تقسیم کوسینوس x گفتیم. فهمو؟ اگه شما اعلای خاصیت لیمیت میدونید که وقتی حاصل ضرب یا حاصل جمع یا حاصل تقسیم اندر علاهیده همش لیمیت گیریم میشد کو علاهیده سه گیریم لیمیت میگیریم. لیمیت گیریم اگر چه برابر میشه؟ سه لیمیت x به نورمال کردگی در سینوس x تقسیم x با ضربی چه میشه دنکو اینش هم علاوه لیمیت بگیریم. لیمیت x به نورمال کردگی در یک تقسیم کوسینوس چیزه x. بچه ها این قسم اینجا چیزه داد لیمیت عجوبی داد. من باید درس اثبات کردیم لیمیت سینوس x تقسیم x هنگام x به نورمال کردن با چند برابر بود؟ باید. значит این قسم ما چند برابر بوده است؟ برابر یک. انا کو نگاه کنید. وقتی که x به نول میل میکند کوسینوس x چند به میل میکنه؟ کوسینوس نول ما چند؟ یک به میل میکنه. وقتی که x به نول میل میکند کوسینوس x به چند میل میکنه؟ به یک. اونگاه چیزی میشه سه ضربی جای همه میچنیم ضربی جای نشمه میچنه چند شده است؟ جواب چند بوده است؟ فهمید؟ مثال دیگر یک ترکیب کوسینوس 8x تقسیم 2x کوادرات همینه هنگام x به نول میل کرد. این به هم لیمیت عجایبی استفاده بریم. لیمیت سینوس x تقسیم x هنگام x به نول میل کردن برابر 1 لیمیت عجایبی استفاده بریم. چیکار کنیم که همون حالت بیاد؟ بچه‌ها فونکسی کنجی کوسینوس کنجی دو چنده بود که کوسینوس 2 الفا همون استفاده بریم. کوسینوس 8x حاضر بچه‌ها کوسینوس 2 ضرب 4x گویی میشه می؟ 2 ضرب 4x با چند میشه؟ 8x آنگاه این سه برابر میشه. اگر فقط سینوس کتی ifade کنیم 1 مینوس 2 سینوس کوادرات الفا بود کو جای الفا چه میشه دن کو 4x همین همینا جای کوسینوس 8x به من قیمتش آورده همتون بگذاریم. آورده اینجا بگذاریم اگر چیزی میشه بچه‌ها این برابری تماشا کنید. لیمیت x به نورمال کردگی در 1 مینوس 2 سینوس کوادرات چیزه 4x تقسیم 2x کوادرات برابری. وقتی که قوس نکشایید 1 و مینوس 1 چیزه میشه اصلاح میشه. این مینوس برای این مینوس که ضرب شد چه میشه؟ پلوس میشه دو چیزی میمونه. دو سینوس کوادرات 4x بچه ها تقسیم 2x چیزه کوادرات. بچه ها دوی هم یک باره اختصار کلمه پتایی میمونه چیزه سینوس کوادرات 4x تقسیم x کوادرات. همین یک باره به نمود ضرب کننده نویسم من. این اخی میشه لیمیت x به نول میل کردگی در سینوس 4x ضرب سینوس 4x سینوس کوادرات 4x میتونیم تقسیم n x کوادرات ایکو 1 ضرب x دو میشه می
با x کادر میشدن با اینجا علایده لیمیت میگیرم اینجا که اینجا سه دو تا ضرب کننده کو علایده لیمیت میگیرم اینجا رو کردیم بریم خیلی چیزی به برابر میشه تماشا کنید لیمیت x به نول مایل کردگین در سینوس 4x تقسیم x با یک دیگه نمیخواد لیمیت x به نول مایل کردگین در چند سینوس 4x تقسیم x این دیگه وایدرس این مثال حل کردم برای لیمیت عجایب آورن چه می‌کنیم صورت هم مخرج کنیم چند ضرب کنیم 4 ضرب کنیم 4 این صورت هم یه پیش بروریم یعنی که چه میشه 4 ضربی لیمیت x به نول مایل کردگین در سینوس 4x تقسیم 4x ضربی با یک دیگه میخواد 4 ضربی لیمیت x به نول مایل کردگین در سینوس 4x تقسیم 4x بچه ها این لیمیت عجایب داد می اینش هم داد می نه وقتی که x به نول مایل میکنه 4x هم به نول مایل میکنه آنگاه اینم یک به برابر اینم یک به برابر 4 ضرب 1 ضرب 4 ضرب 1 4 کرده 4 چند بود؟ یعنی 16 بود تمام جواب اینه چند است؟ مثال وریانت سوم میگذاریم لیمیت یک ترکیب کوسینوس x تقسیم x کوادرات با بچه‌ها انا کو اینه چیکار کنه حل می‌کنیم اهم راهی کلیه‌اش همین کی تو بچه‌ها نگاه کنید اینجا ایده یه چیزه اصول چیزه اهم اصول انا لیمیت عجایب آورن لیمیتی سینوس x تقسیم x آورن مقصد کار همین چگونه که من مثال نباشد همون چیز به یک علاج کرده بردنده همین هم آزش جام کنیم با سینوس آورن کار یکان که کرندکار که سبب بیاد سینوس بیاد برای راه بهترین اصلی باید بچه ها عزیز عینیت اساسی تریگونومتری بود که سینوس کوادراتی که جمع کوسینوس کوادراتی که برابر چند بود یک انا استفاده بردم اگر اینجا سینوس کوادراتی که جمع کوسینوس کوادراتی برابر یک باشد دلشون از باش درست اینجا سینوس کوادراتی یا یک مینوس کوسینوس کوادراتی میشه کو یک مینوس کوسینوس کوادراتی x دادم اینجا به 3 نمیرسد یک پیلوسی کوسینوس x نمیرسد این تماشا کنید بنابراین همین چیزا هم صورت هم مخرج رو ضرب کنیم خب لیمیت x به نول مایل کردگیم در تماشا کنید یک مینوسی کوسینوس x بچه‌ها یک پیلوسی کوسینوس x اخودم رو ضرب کنیم هم خیلی وقتی که صورت رو ضرب کنیم یعنی کو مخرج رو هم ضرب می‌کنیم به x کوادرات ضرب x یک پیلوسی کوسینوس x تماشا کنید بچه‌ها این یک مینوسی کوسینوس x رو یک پیلوسی کوسینوس x فرموله ضربی مختصر که a کوادرات مینوسی جوابش خیلی بچه‌ها نذاشتید لیمیت x به نول مایل کردگین در یک ترکیب کوسینوس کوادرات x شد اینه فهمتامید تقسیم x کوادرات مخرج چیه که هر کدومش می‌نویسیم یک برابر انا کو برابری اینجا سینوس کوادرات x می‌کرد گفتیم می‌خوایم وقتی که سینوس کوادرات x داد چه برابر میشه لیمیت x به نول مایل کردگین در سینوس x تقسیم x این کوادرات x کوادرات یک چه می‌رسم ضربی با لیمیت یک بار دیگه x به نول مایل کردگین در سینوس x تقسیم x mana ضرب میشه تو سینوس کوادرات x کوادرات شد می با یک دیگه لیمیت میگیرم سه تا ضرب کننده رو جدا میکنم بچه‌ها لیمیت x به نول مایل کردگین در یک تقسیم یک جمع کوسینوس x بچه‌ها انا این لیمیت عجایب کرد یک برابر اینش هم لیمیت عجایب یک برابر اینجا تماشا کنید x وقتی که به نول مایل میکنه کوسینوس x به چند مایل میکنه به یک انا کو میمونه چیزی برابر یک تقسیم یک جمع یک تقسیم چند برابر است یک تقسیم دو برابر است این مثال ها عاید بر لیمیت چیزه عجایب بچه‌ها همین چیزا اثبات کردن و استفاده بردن این روز ما لازم میشه حاضر ما درسی حاصله موضوع نحوی ما حاصله فونکسیون تریگونومتری میگیریم برای اینکه فونکسیون تریگونومتری سینوس کوسینوس تانگنس که تانگنس حاصله شد یابیم اثبات کرده برایم همین لیمیت عجایب ما به میشه لازم میشه اما تز نسیم بگیریم